مدرسی، امروز در هامبورگ در نشستی برای تجلیل از رضا شاه کبیر حضور دارید. میخوام از شما بپرسم هدفتون در این برنامه و میدونم سخنران هم هستید چیه؟ حقیقتش رو که بگم به هر صورت مدتیه که شهر هامبورگ هواداران نظام پادشاهی مشروطه دلباختگان شاهزاده رضا پهلوی غوغا کردن در شهر هامبورگ. مدت طولانی چند ماه شاهد تظاهرات‌های گسترده هستیم. دلاورانه شب و روز آخر هفته میان و در راه آزادی ایران، در راه رسوندن صدای هم‌میهنان در بندمون، در راه نشان دادن اسطوره دلاوری هم‌میهنانمون تلاش کردن و نامی کردن. در تمام رسانه‌ها صحبت، فیلم‌های شهر هامبورگ هست. من امروز به طور خاص صرف نظر گذشته از بزرگداشت چنین روزی اومدم که همبستگی و همدلیمو با تک تک شما و سایر همه اونهایی که اینجا نیستن اعلام بکنم. این سپاسگزارم از شما.